آره همون زنگ دومو بزنید من باز میکنم. قربون شما، خدا نگهدار. بابا الان دوستم میاد خونمون مهمون داریم. کیه؟ یا الله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. چرا نگفتید مهمون داریم؟ این دوست آقای قاشقچی نیست؟ قاشقچی چیه؟ آقای ملاخچی هستن. بفرمایید بفرمایید. داشتم میگفتم. حالا دست گذاشتن روی مکانیزم ماشه. گردو هم لاشه. جان؟ گردو هم لای چیز هست. خرماه. اصلا بیا بفرما گلابی بخور. مال باغ خودتونه، بفرما، خوشمزه است. داشتم میگفتم انرژی هسته‌ای ما صلح آمیزه و نشونه عزت ماست و باید حفظ بشه. این ماشه چشه؟ مگه این چند وقت پیش فعال نشد که الان میگن دوباره فعال بشه نشه باعث تاثیر میشه ماشه؟ والا تو اگه یه چیزی تو آستینت فرو بشه، چه 1 سانت فرو بشه چه 5 سانت فرو بشه، تفاوتی احساس میشه نمیشه؟ نمیشه. توی مذاکره باید حواسمون باشه که همه چی رو ندیم به اونا و هیچی خودمون نگیریم. خلاصه که نده بره. آره به نظرم نده بره. چرا بده بره؟ یعنی بده بره؟ آره بده. اگه تلاش هاتون نتیجه بده چه حسی پیدا میکنی؟ خوشحال میشم. خوب حالم شبیه آزادی اسرای اردوگاه جنگیه که شاهد نفله شدن گریگورین میشه. پلنتون چیه؟ یکم راجبش میگی؟ بله، یه تاکتیکای ناشناخته‌ای داریم که انشالله به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. نکنه اون تاکتیکای ناشناخته همون تاکتیکای دادن در 20 دقیقه است. بله؟ یه تاکتیکای ناشناخته است که یعنی در 20 دقیقه همه چیزو بده بره. اصلا اینطور نیست. خیالت راحت. عزت ایران باید حفظ بشه. آقای تلاخچی چیه؟ بنده ملاخچی ام. حالا همون که میگی. آقای ملاخچی با این کله زرد عقدی مودی مردادی میخواد چیکار کنی؟ کی هستین که میگی؟ همین پرامپت. مامان پرامپت که برای چت جی پی تیه. اون ترامپه. آها اون. باش قرارم. میخوای به علی زیا بگم بیاد آشتیتون بده؟